میگن که فیلم به وقت شام مال این یارو حاتمی کیای ولایت معاش رکورد فروش رو زده و کلی مخاطب داشته. فلزا داشتیم به ذائقه هنری مخاطبین فیلم‌های سینمایی شک می‌کردیم که یهو یه گزارش جالبی به دستمون رسید. شما هم بشنوید، خالی از لطف نیست. الان اینجا سینمای راگا، تاریخ 1 اردیبهشت، شهر ری. همینطور که می‌بینید نیسان وابسته به نهادهای دولتی پلاک مشخصه. برای کسایی که به فیلم به وقت شام میان، قلبیه و تنقلات به عنوان رایگان به آنها تقدیم می شود. فقط مخصوص فیلم به وقت شام با بلیت بوده. بله، فیلم به وقت شام رکورد فروش رو زده، اما خب با کمک بلیت مفتکی و ساندویچ مفتکی و نوشابه مفتکی. فیلم سینمایی به وقت شام با بازی ستارگان داعشی و سوپر استارهای جایشی شما را به دیدن این فیلم جذاب در سینماهای تهران و شهرستان‌ها دعوت می‌کنم. ببین، الان بچه‌ها از سینما زنگ زدن، گفتن زیاد استقبال نشده. بی زحمت یه جوری بگو که مردم اشتهاشون باشه بیشتر بیان. 3، 2، 1، اکشن! فیلم سینمایی به وقت شام به صرف کیک و نوشابه همکنون در سینماهای تهران و شهرستان‌ها. کات! خوب آقا، فقط الان بازم زنگ زدن، گفتن سانس شب شلوغ شده اما سانس صبح مگس پر نمیزنه. یه جوری آنونس کن مردم صبح هم بیان. اوکی آقا، بریم. فیلم سینمایی به وقت صبحانه همراه با چای شیرین و کره و مربا همکنون در سینماهای تهران و شهرستان‌ها. کات آقا خوبه ها، سانس صبحم شلوغ شد. یه آنونس دیگه هم بخون که ظهرا هم ملت بیان. سر ظهری خلوته، کسی نمیاد فیلمو ببینه. چشم آقا، بریم. فیلم سینمایی به وقت نهار همراه با جوجه کباب و سالاد و بعدش هم قلیون و چایی همکنون در سینماهای تهران و شهرستان‌ها. میگم میخواین کلا فیلم رو از تو سینماها جمع کنیم بریم تو رستوران‌های سراسر کشور پخش کنیم؟ چطوره؟ اینجوری سنگین‌تر نیست؟